نقل صفحه توییتر اوگربیتس نوشتند که این زلزله هرچند زمانش مشخص نیست ولی با قدرت تخریبی زلزله 6 فوریه برابری می کند. فرانک اوگربیتس ویدیویی از خودش را در توییتر منتشر کرده است که در آن درباره وقوع زلزله مشابه زلزله ترکیه و سوریه هشدار می دهد. او در این ویدیو می گوید که مرکز زمین لرزه افغانستان خواهد بود و از این کشور به سوی پاکستان و هند حرکت می کند. او همچنین می گوید که این مناطق بیشترین زمین لرزه های بزرگ را خواهند داشت. به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این منطقه و کوهستانی بودن آن مشخص نیست که آیا این زمین لرزه هم مانند زمین لرزه ترکیه فاجعه آمیز خواهد بود یا خیر. مؤسسه تحقیقاتی که اوگربیتس در آن کار می‌کند در توضیح درباره پیشبینی زمین لرزه ها گفته است معمولاً زمین لرزه های بزرگ زمانی رخ می‌دهد که سیارات منظومه شمسی و ما در موقعیت خاص قرار